ناگفته نماند دوستان عزیز، اگر ما و شما یک برادر خوشحال کنیم در این روز خرسنده، روز میشه که خداوند ما و تو را خوشحال میگرداند. بیا اکنون همه یک جا یک برادر مهاجر مانند در همین روز عید، شاید که این ویدیو ما را بعد از عید ببینید شما، خوشحالش کنیم. یک مهاجر تاجیک در شهر روسیه یک شبکه آماده کرده است، بسیار تربیوی است، انشاءالله در شبکه نوارای اسلامی دارد. مسئله که در زیر همین ویدیو میگذارم، حتما داخل شوین، آبونه شوین، دستگیرش کنین این برادر. انشاءالله که برادر خرسند کنیم، روز خدا ما و تو را خرسند میکند. سلک در زیر ویدیو در این یک آبونه شوین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا این ماه شریف رمضان که از ما سپری شد، امروز که روز عید هست، عید را به کل مردم مسلمان تبریک میگوییم. خداوند همه ما و شما را تا سال آیند نگاه بدارد. با رفتن این ماه شریف رمضان، الله مهربان دعا میکنیم که این بیماری که امروز در جهان پهن شده است، بسیاری از کودکان را شادیشان را ماتم کرد، بسیاری خانه ها در ماتم افتاد. خداوند به سبب همین ماه بزرگ، با رفتن این ماه بزرگ، این بیماری هم بیرود و نیست بگردد. خداوند میگه نماز میگذاری برای خودت است، خیر صدقه میکنی برای جان خودت هست، اما روزه میگیری او خاص برای من است، اجر خیلی بزرگ دارد. هر کسی که این ماه را با پاکی روزه داشت برد کرد، هر کسی که نداشت باخت. بسیار سوال شد در واتساپ که آیا در تاجیکستان کودکان عیدگردک رود آنها را جریمه میکنند؟ نه برادرای عزیز، کودک او یک روز شادیش هست، او نه وبا میگه، نه جریمه میگه، نه دیگر چیزش، رفتن میگیرد. الحمدلله کودکان عید کرده ایستادند. کودکان یعنی همین کودکان است که خداوند بالای ما غضب نمیکنه در دنیا. روزه را میخوریم، نماز را نمیخوانیم، همه کاری بد میکنیم، سببش این همین کودکانی که امروز ها یک روز شادی و خرسندی دارن. خداوند با سبب همین ما و شما را نگهبان است. الله مهربان همتون را نگهبان باشد. خب در وصف رمضان الوداع یک چند مصرع شعری زمزمه کرده هستیم، میگذاریم تماشا کنید. شاید که بسیاری دیده باشد، بسیاری ها نه. خدا نگهبان. ای ماه مخصوص خدا، رفتی برون از دست ما، آیا زما هستی رضا؟ ماهی مبارک الوداع. کردی تو چون عزمی سفر، ما را نمودی خون جگر، ای همدم و شام و سحر، ماهی مبارک الوداع. ای معدن و چود و سخا، ای حاجتی هر بینوا، دو دست خود کردیم دعا، ماهی مبارک الوداع. رفتی تو ای ماهی عزیز، کردی محیبان اشک ریز، ای یاری روزی رستاخیز، ماهی مبارک الوداع. گنجینه ای عرفان توی، رونقدی قرآن توی، سرچشمه ایمان توی، ماهی مبارک الوداع. زینت دهی هر محفلی، تو نور چشمی هر دلی، تو یاوری هر ساحلی، ماهی مبارک الوداع. هر کس که خواهانی تو هست، نالان ز هجرانی تو هست، در فکر دورانی تو هست، ماهی مبارک الوداع. ماهی مبارک الوداع. روزه داران بر شما بادا سلام، ماه مهمانی از این شب شد تمام. الوداع ای ماه قرآن الوداع، ای سر و پا لطفی یزدان الوداع. صد دریغا ماه رحمت هم گذشت، حال من در بندگی بهتر گذشت. الوداع ای نوبهاری بندگی، رفتی و آمد خزانی زندگی. می شود آیا که در این ماهی خوب، سال دیگر روزه گیریم تا غروب.
زنده باشم خدا را بنده ام، گر نباشم زنده من سالی دیگر. یادی امید کن وقتی افطاری سحر. صد دریغا ماهی رحمت می رود، تسبیح و تراویح و ماهی عبادت می رود. حسرتا و حسرتا گردیم پریشان دوستان، صد دریغا دوستان فصل عبادت می رود. الوداع و الوداع ماهی شریف از ما بیرفت، الفراق و الفراق ماهی فضیلت می رود. ای طبیبی آسیان ماهی شفاعت می رود. مهمانی معتبر ماهی صفا خوش آمدی، حسرتا و حسرتا این ذکر و طاعت می رود. نه تراویح هست دیگر نه جمع از دوستانی من، صد دریغا دوستان فصل سعادت می رود. اشک ریز دوستان ماهی شریف از ما بیرفت، صحبت و تلاوت و ماهی جماعت می رود. تسبیح و تراویح و ختم و دعاها داشتیم، ای عزیزان این همه بحر سعادت می رود. الوداع و الوداع ماهی شریف خوش آمدی، الفراق و الفراق ماهی کرامت می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، بختیگران از کفمان می رود. این دهه آخر شبهای قدر همچون نفس از تن و جان می رود. وای نبخشیده ما را برکشید، همچون یک ماه در آن می رود. آه صد افسوس که این ماهی خوب زود ز پیش همگان می رود. قدر ندانستیم که شبهای قدر از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان اسب دوان می رود. بار الها نظر کن و ببخش، بحر خوش پیر دیلان می رود. آه کجا آن بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، روز از پیش شما امید جان می رود. روز از پیش شما امید جان می رود.